نعره تکبیر، الله اکبر. مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان 2 روز پیش به کارش آغاز کرد. امروز چهارشنبه در نخستین سخنرانی خود پس از معرفی در یک گردهمایی در کابل از ایجاد ارتش قوی برای حفاظت از افغانستان خبر داد. ارتش دولت پیشین که در 20 سال گذشته به پشتوانه جامعه جهانی شکل گرفته بود، با سقوط دولت سابق و افتادن کنترل کامل افغانستان به دست طالبان از هم پاشید. در آینده نه چندان دور کشور عزیز ما افغانستان دارای یک اردوی قوی، منظم، اردوی برترین و بهترین و قویترین یک کشور عزیز ما داشته باشد که بتواند به آسانی از کشور عزیز ما افغانستان حفاظت و حراست بکند. این مقام نظامی طالبان هرچند از گروه و یا فرد نام نگرفت، اما هشدار داد کسانی که به نامهای مختلف چون دستاوردهای 20 ساله و یا دموکراسی و مسائل قومی در تلاش جنگ‌های تازه هستند، از سوی طالبان سرکوب خواهند شد. پشتیبانی از دموکراسی و یا حفظ دستاوردهای 20 ساله‌ای که گویا آمریکایی ها و این کشور آوردند، می‌خواهند که امنیت مردم ما را اخلال بکنند و خدای نخواسته بار دیگر کشور عزیزمان را به طرف جنگ‌های داخلی ببرند. هیچگاه اجازه نخواهیم داد. او در حال چنین هشدار می‌دهد که پس از سقوط کامل دولت پیشین، احمد مسعود و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین در ولایت پنجشیر از ایجاد جبهه مقاومت در برابر طالبان خبر دادند. چند روز پس از آن طالبان با راه اندازی عملیات ولایت پنجشیر را در کنترل خود درآوردند.